ازم به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال نو مبارک. امیدوارم که امسال براتون بهترین ها اتفاق بیفته. بریم با هم دیگه ولاگ سال جدید رو ببینیم و همراه هم باشیم. همونطور که دیدید سوار ماشین شدیم که بریم خریدای سال جدید رو انجام بدیم. اولین خرید ما همیشه تقویم هستش. البته ماشین یک مقدار خراب بود و مجبور بودیم که ببریمش مکانیکی و پیاده رفتیم سمت شهر کتاب که بتونیم تقویم سال جدید رو بخریم. من هم یه مقداری به دفتر و اینجور چیزا احتیاج داشتم. دفتر خریدم، تقویم خریدم. حالا بهتون نشون میدم. خب رسیدیم به 16 اسفند. 16 اسفند سالگرد عقد من و همسرم هم هستش. اینجا بیمارستان سینا پدرم باید آنژیو می شدن و من منتظر بودم که عملشون تموم بشه. اینجا یه بورد خیلی خوشگل دیدم که اسم اون افرادی که اومده بودن حالا اهدای عضو کرده بودن روی این بورد به این خوشگلی خورده شده بود. گفتم براتون یه ویدیو بگیرم به خاطر اینکه میخواستم حالا یه یادی ازشون توی ویدیو باشه، چون کارشون خیلی ارزشمنده. هر خانواده نمیتونن این کار رو انجام بدن و گفتم که به احترامشون اسمشون داخل ویدیوی من باشه. خب روزهای آخر سال دیگه داریم میبینیم. اینجا بازار تهرانه. یه کار خیلی کوچیک داشتم، اون سمتی رفتم. گفتم از حال و هوای بازار براتون فیلم بگیرم. چه این روزا مافیا رفتم، یه پروژه فیلم برداری داشتم، بهتون نشون میدم. سر پروژه رفتم و چهارشنبه سوری که معلوم نبود که کدوم سه شنبه سال میشد، با دوستامون از روی آتیش پریدیم. کلی بهمون خوش گذشت و امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه.
قبل از هر چیزی ازتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. خیلی خوشحالم که تونستم تا اینجا نگهتون دارم پای ویدیو و از ویدیو خوشتون اومده. اگر لایک بکنید، کانالم رو سابسکرایب بکنید، خب قطعا خیلی خوشحال میشم، چون از من حمایت میکنید و من با این حمایت هاتون بیشتر راغب میشم که ویدیو بگیرم و براتون اینجا به اشتراک بذارم. اینجا شب قبل از سال تحویله که با شاهین گفتیم که یه شیرینی خستگی در کردن به خودمون بدیم، چون کلی کار کرده بودیم و میخواستیم حداقل یه دلی از اعضا در بیاریم و کلی خوشحال باشیم. رفتیم کافه، 2 تا نوشیدنی خوردیم، کیک خوردیم، بعد برگشتیم خونه و همونطور که میبینید من 7 سینم رو چیدم. کلی خوشحال بودم از این قضیه، به خاطر اینکه اگر تو اول ویدیو دیده باشین من این ظرفا رو خریدم و قطعا ذوقش رو داشتم که ببینم چجوری میشه 7 سینم. امیدوارم که از 7 سینم هم ایده بگیرید، خوشتون بیاد. من که امسال 7 سینم رو خیلی دوستش داشتم. بعد از اینکه 7 سین رو چیدم تصمیم گرفتم شیرینی درست بکنم و همونطور که توی کانالم هم هست اگر برید ببینید یه سری خب از سال جدید که بگذریم، امروز دیگه 5 فروردین ماه هست و خب یه سریاتون رفتید سر کار. من هم امروز رفتم سر کار و چون که هنوز به فضای کار و پای لپتاپ نشستن هنوز عادت نداشتم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که برم تجریش گردی. به خواهرم زنگ زدم و با هم دیگه رفتیم تجریش و گفتم که شماها رو هم با خودم ببرم که توی این حال و هوای سال جدید همراه هم باشید و کلی از این فضا لذت ببرید. يلا بيتك
بازم ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. امیدوارم که امسال سال خیلی خیلی خوبی برای تک تکتون باشه و کلی اتفاقهای خوب براتون بیفته، به هرچی آرزوی خوبه برسید و کلی موفق و شاد و تندرست باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان. خیلی دوستتون دارم. فعلا